در مرکز کیف اعتراضگران طلب کردند که مسئولان خشونت سال گذشته به جوابگری کشیده شوند. صرف نظر از استفاده نیرو در مقابل اعتراضگران، خدمات امنیتی اوکراین سال گذشته موفق نشدند و پرزیدنت این کشور ویکتور یانوکوویچ از وظیفه‌اش برکنار شد. در بلندگویک‌ها همان اخبار پخش شد که 1 دکبر سال 2013 یعنی 1 سال پیش در میدان مرکزی پایتخت اوکراین صدا داده بود. فعالان سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال میگویند در اعتراضهای سال گذشته نزدیک به 100 کس کشته شده، شمار زیادی هم بر اثر لطوکوب مجروح شد، ولی تاکنون کسی را به خاطر این عمل مجازات نکردند. در شمال و غرب پاکستان دانشجویان یک کالج با طلب منع سلاح در نهادهای معارف گردهمایی تشکیل کردند. قبل از آن بحث میان دو جناح سیاسی دانشجویان با تیرپرانی به انجام رسید. خشونت روز 2 دکبر در کالج دولتی پشاور باعث شد که اعتراضگران شاهراه این شهر را ببندند. در پاکستان برخوردهای جناح‌های سیاسی دانشجویان به یک عمل عادی تبدیل یافته است که در بعضی حالتها با جراحت و حتی مرگ شرکت کنندگان این پرخاش‌ها به پایان می‌رسند. در شهر دوشنبه به خاطر ارزیابی سرنوشت معیوبان و معلولان بیش از 350 فعال دولتی، سازمان‌های کمکرسان و مؤسسه‌های بین‌المللی جمع شدند. در این نشست راه‌های کمک و توانبخشی جماعت‌ها به مردم معیوب و معلول که در حالت‌های زیاد روزگار دشوار دارند بررسی شد. حامیان حقوق معیوبان میگویند بعضاً پدران و مادران از اطفال معیوبشان شرم کرده امکان نمیدهند که کودکانشان از خانه برآمده با جامعه به هم آیند. در افغانستان یک سازمان غیر دولتی حامی حقوق روزنامه‌نگاران از پرزیدنت این کشور اشرف غنی قدردانی نمود، زیرا او فرمان دسترسی به معلومات را امضا کرده است. پژوهشگاه رسانه‌ها باور دارد این قانون که 5 ماه پیش از طرف پارلمان افغانستان تصویب شده است در عمل تطبیق می‌گردد، ولی مخالفین اصرار می‌ورزند که مقامداران دولت با بهانه امنیت ملی اطلاع را از رسانه‌ها دور نگه داشته استقلال روند تفتیش شکایت‌ها را زیر سوال قرار خواهند داد.